دوربینمون اونجا تو ماشین سجاده، توی قسمت شاگرد قراره وایسمون رو روی درخت کار بذاریم. قراره یه دوربین یا این توی این ماشین یا توی این ماشین که قراره رضا بیاد توی این محوطه پارک کنه. رد شید ازش. آقا قراره که ما رضا رو توسط جواد و هادی پرنگ کنیم. رضا جان ببخشید من شما رو نمیشناسم، شما رو تا الان زیارت نکردم. آقا رضا این آدم آقا رضا خدمت ارشد من از الان عذرخواهی میکنم از شما. این دوست دیوونت، البته ایشون آقاه ولی خب این دوست دیوونت باعث شد که این از من دیوونه تره اذیت کنیم و شوخی کنیم امروز باهات. امیدوارم که از دست ما دلخور نشی. خارجی شوخی میشه چی؟ خارجی شوخی میشه چی؟ به خارجی میشه It's prank. پول خود صبح هزینه رسیدن به اونجا هم زیاد باشه. هزینه باید رسیدن بری رشت. اون رشت رو با متلی بخوریم. داداش چرا آخه؟ یوتیوب دیگه میدونی؟ آقا پس ما مسافر شدیم در حقیقت. الان ساعت 11:30 ما ساعت حدوداً از ظهر راه میفتیم به سمت رشت. بریم. بریم رشت. بیاید رضا بیا. تو فقط باید گریه کنی، حالت بد باشه، اضطراب داشته باشی. آخه تو خدا منو کمک کنی، خیلی حالم بده. اینا میخوام منو خف کنن، میخوام منو بدزدن فلان و اینا. اینا که بیاده میشن، اینا بلدن. اینا لاشخوری بلدن چیکار کنن. کارشون رو بلدن. شده؟ اینجا چه کاری می‌خوریم؟ اینجا چه غلطی می‌کنیم؟ ها؟ آقا وایسا بابا، وایسا داداش، وایسا وایسا. حواست باشه. تو کی؟
بطمن آقا رضا خیلی دوستان بهت بگم برم که 100 سال سایه پدر مادر زندگی بکنیم برم که 100 سال سایه پدر مادر خوب کردید خوب کردید تو ماشین اینو بگیر امیر اینو بگیر تو ماشین من نه هر کاری میکنید تو ماشین من نه آقا آرمین تال هست آرمین تال آرمان نه آخه من این خانمو دیدم اینجا بعد دیدم که اون هنوز میگم اسکنر شما همیشه روشنه دور رسا چی دم رسا نه ولی شوکه شد آقا میدونی چی شده؟ حالا ما یه ذره بالا پایین داشتیم با اسپایدرمن و جواد. من به جواد گفتم به رضا زنگ بزن گفت بابا این خوابه زنگ گفتم حاجی پشمام دمتون گرم عالی بود. ما رو ندید سورپرایز بعدی رو ندید دیدی ما رو کسی نمیشناسه آقای آرمین خان خوب کردی آجی دختره سالمه نه سه تا مشت داره والا میدونی از چی آره اگزاجره کردم ترسیدم از ضربه‌ای که خانم زد به اینجا ترسیدم آره یعنی دیدم یکی با سرعت شهاب سنگ خورد به ماشینم فقط کار رو ماشینم برای چی گفت گندی گفتم نشه نشست تو ماشین. آقا یه دقیقه وایسی صحبت آرزو با دوربین ما انجام بده. پشمیزون بود یا نبود؟ خیلی پشمیزون واقعا فکر نه دست دستتو بیار جا نگه دستا آقا هادی و آقا جواد خیلی زحمت دمت جوادمون رضا 4 روزه داره میگه برنامه‌ریزی 4 روزه داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای 2 روزش خیلی خوشگله اصلا قرار نبود تیم خرج پرت داشته باشه قرار بود قبلش بگیریم تا رضا خودش حساب 47 سال مثلا این خانم میشناسم من که مدادم که میشناسه دیگه. ما 10 نفر منتظر بودیم که شما بیاید ولی امیدوارم که یه شوخی کرده باشیم اول اینکه اذیت نشده باشید یه آدرنالین ریزی بده لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. فقط یه لحظه آرزا ایشون وقتی کردین نفر بعدی شما بود شما نفر بعدی تو فکر کن در گوش من بگو بطمنه آره سزار فکر کن دار فریدون آسیل رو گیری بنیامین بهادری مواظب خودتون باشین و نفر بعدی که گفت تو لیست و تارگت ما بود ولی زودتر میاد. پیس اوت. اینجا این با اسپایدرمن لباسا از سطح پایین ما بود. کلا رو خریدم از گمرک 2583 دلار. لباسمو از داداش فهمیدی بالاخره اینو از سر آذری خریدم 3000 دلار. من شلوارمو از دبی خودت آوردی 15 دلار. کامان کفشو خودت بگو. میخوام کفشو خودت بگو. 35 دلار. کامان جامون عوض شده. خارجی شوخی میشه چی به خارجی